نمازی منافقه گفتن. منافقان نماز میگه مثل مرغی دانچی نه، تپ 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 میگه. فوتبال موند، کراته موند، شینک موند، بازم موند. این نماز نیست. خوشت اگر در خدا خواهد انشاءالله چیز باشد من بعدی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد میخونی، با محبت بخون الحمد، الحمدلله رب العالمین مالک یوم. نه، این نماز نیست. ولی بودن که سکوت نماز میکنن. یعنی پیامبر بزرگ در مسجد شریف یک جوان اومد، شب خون السلام علیکم یا گفت علیکم السلام ارجی ولم تصلی. گفت نماز نخوندی. 3 بار گردوندش. گفت یا پیغمبر من همه کم میدونم این نمازی منافق. نماز کی میستی راست، قیام فرض است عزیزان من، راست میستی و نیت میکنی انشاءالله خدا خواهد. نیت که تمام کی کردی ما شما الله اکبر چیکار میکنیم؟ دست میبندیم، تکبیر تحریم میگنیم، از کلمه حرام گرفته شده. وقتی که ما شما الله اکبر تا که به نماز میدرایم تمام کاری دنیا برای شما حرام میشد. عزیزان بلخ میگن کرد ایزید ما را تو را از نیستی هست، از برای آنکه باشی حق پرست. میگه یزید الله سبحانه و تعالی تا ای نیستی حسد کرد انشاءالله. با واسطه همون پدر و مادر به دنیا اومدی انشاءالله خدا خواهد، لیکن تو باید که باشی حق پرست، باید که انشاءالله الله تشناسی. عطار میگد خب چشم بکشا چشم تو صاحب نظر است، زندگی از پای تأمین جهان دیگر است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الانس والجن الا لیعبدونی. خدا سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 110 چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اقیموا الصلاة و ایتاء الزکاة و ما تفعلوا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر. استعیذ بالله و اقیموا الصلاة ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوفا. اعظم ده و ترفع المرأة حذاء منکبیها. ثوابه، 2 ثواب میگیری. برداشتش برابر گوش، ما ستن شهمت اذنیه. امام صلات مسعودین ابن مسعود گفتن که باید که انسان در پیش آفریدگار نستد یک مقدار صدقت خم شود. تو پیش کین ایستادن تا که تو پیش کین ایستاده تا خط سواته، تو پیش الله ایستاده، پیش مخلوق نمیترسی کو همه وینی در خدمت کردگی رونه سمیر نگو خدا خواهد انشاءالله پشک ازد نمیجندی دیگه پیش الله نه چی مصیبت جاش. الحمد هیکلون داره لله گو رب الرامشت عالمین الرحمن الرحیم. هی آبرو که خدا خواهد تلفظش خشنو شود نمازت قبول شد. فرض است خمشیدنش، فقط خمشیده سرو پیشتی ما و شما تکز شیدنش انمین فرض. 4 تا مذهب بندم. شیخ خدا خواهد محمد صادق محمد یوسف کتابش مطالعه کردم، اختلاف لرزه کتاب دارد. کتابش نفتن که در 4 تا مذهبم اگر تو 4 تا مذهب باشی بیرون این باشی تو خدا خواهد را گمزده هستی. 4 تا مذهب، امام اعظم رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالکی رحمت الله علیه، امام حنبلی رحمت الله علیه که اینا اهل سنت و جماعت هستند. هر 4 مذهب در بغیر شافعی رحمت الله علیه، شافعی مذهب دیگه که یک وجه ما بینی پا مستی در قیام. هر 3 مذهب در 4 لیکه از کجا یافتی؟ و حدیث ما هم خونده که من میگم کنی تو ای خدا نمیترسی. امام اعظم در طهارت خلال کردن 50 مستحبه.
نم پاچی میشیم کو در نی پنجاه چیکار میکنیم خلال میکنیم طوری می همین خلال کردن کاری ثوابه نکنیش هم گناه نیست لیکن مستحب بودن بعد امر شرعی و اجرا میکنیم امام اعظم همین آیات برآوردگیشون همین چلیکات همش در حالت ضمن اصابع یدی میگه دستاش در حالت ضم کردگی جوز چیکار کرد نکرد سجده کرد نکرد اون سجده ما چیکار کردیم خدا خواهد کی چی خواهد خیلی کالش بوده برفته گیه منم تو میکنه با یا نمی خوشتو بیندم گیتا یا خلام خیلی صحابه گفته صحابه دائما این نماز پیش تیز میبولمد گفت یک صحابه گفت کجا میری این علامتی منافق است منافق در این مسجد دورمد طاقت کرده نمیتونه گفت میبخشی رسول الله گفت من یک کرته دارم خونم در زنم دید شک استاده برای هوای تیز میبرم میبرمش تو امروز کجا میری یکه نه چی اوزر یکه که امروز که خدا خواهد دیره برمده میرم یکه امی اعظم مادر شد یک سبد نونشو داده بچه هم همین نمازی پیشینده بره همه آدمایی که اومده داشتن می یک ته نان بته شد بعد هم برمه رفته ایست نمیپرسیدن خواب هم چهار کس سندی پیشینده چی خوندی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي بعث الانبیاء والرسول للهدایة العباد وافضل الصلاة واتم السلام على رسوله محمد خاتم الانبیاء والمرسلین حب القلوب وشفائها محمد المصطفى صلی الله علیه وسلم وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم عليه اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اولا حمد و ثنا بر خداوند را، بعد از آن درودی به عدد بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را، بعد از آن رحمت خداوندی به پایان باد بر امامان، خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. من محترم جماعت، امروز روزی مبارکی انشاءالله حج المساکین. الله سبحانه و تعالی انشاءالله فرصت داد از سفر انشاءالله با تن صحت به خاطر جمع برگشتیم. انشاءالله باز خدا خواهد سالهای دراز در خدمت شما عزیزان میشه. الحمدلله خدا مناسب دید انشاءالله خانه خچه زیارت کردن و الله مناسب دید انشاءالله رسول الله صلی الله علیه و سلم انشاءالله قبرشونه و خودشونه زیارت کردن. به عدد شکر الله مناسب دید انشاءالله شما را خداوند مناسب بیند. انشاءالله جمعه دیگر خدا اگر فرصتی تنصیحت باشد درباره سیر مکه با شما عزیزان انشاءالله هم صحبت میشیم. یک جمعه درباره سیر انشاءالله بیت الله که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده بودند
البته واقعه های دلنشین است و شما عزیزان انشاءالله خدا فرصتیت خدا خواهد دو جمعه هم صحبت میشیم. امروز خدا خواهد درباره انشاءالله نماز، انشاءالله طرز خواندن نماز، فضیلت نماز چی است انشاءالله خدا خواهد، بعضی تاریک نمازا چی انشاءالله خدا خواهد عذاب وی دارد و شما عزیزان انشاءالله خدا خواهد میرسانیم. خداوند قوت و زبان براه انشاءالله و از خود یاردمتیت و یاردم الله سبحانه و تعالی انشاءالله خدا خواهد صحبت آغاز میکنیم. محترم جماعت، البته ما و شما به خداوند نزدیک میشدگی خدا خواهد چیزی ما و شما این چی است؟ البته انشاءالله خدا خواهد نماز است. چون که ما با واسطه نماز هر روز به الله سبحانه و تعالی انشاءالله چیکار میکنیم؟ یعنی نزدیک میشیم و با خداوند حق سبحانه و تعالی روبرو میشیم، سخن میکنیم، گپ میزنیم، عبادت میکنیم انشاءالله خدا خواهد. گفتیم مولای خدا خواهد انشاءالله رومی بلخی، زندگی مخصوص بهری بندگی است، زندگی بی بندگی شرمندگی است. شرمنده باد، شرم باد برای کدام جوانی که انشاءالله یعنی خدا آفریدستش برای طاعت، آفریدش برای عبادت، لیکن انشاءالله خدا خواهد چکار نکند؟ یعنی طاعت و عبادت نکند. وقتی که فرمان اللهش نکند اون جوان شرمنده است. خدا خود در دنیا خدا عمر داده است 40 و 50 سال و 80 سال، لکن بعض اکثر انسان ها فرمان آفریدگارش امروز نمی کند و شرمنده است. خدا خود زندگی مخصوص برای بحری بندگی، زندگی بی بندگی شرمندگی است. عزیزان من، کسی زندگی که وای بندگی نداشته باشه، زندگی که پیش الله سبحانه و تعالی 5 دقیقه و 10 دقیقه راست ایستاده عبادت نکرنده باشد و انشاءالله خدا خواهد چی است؟ شرمندگی است. مولای بلخ میگن کرد ایزید ما را تو را از نیستی هست، از برای آنکه باشی حق پرست. میگه یزید الله حق سبحانه و تعالی تا ای نیستی حسد کرد انشاءالله با واسطه همون پدر و مادر به دنیا اومدی انشاءالله خدا خواهد، لیکن تو باید که باشی حق پرست، باید که انشاءالله الله تشناسی، خداوند انشاءالله طاعت عبادت بکنی، با طاعت انشاءالله عبادت باشد این زندگی ها کار کن، لکن با عوضی کارت با پیش الله نه 5-10 دقیقه ایستاده نماز خون، زندگی تن با برکت میشه، عمر تن با برکات میشه. الحمدلله خدا خواهد زندگی ها شیرین میشه. این دنیا هم صاحبی مرتبه، صاحبی درجات، صاحبی فضیلت میشوی انشاءالله در پیش الله هم روز قیامت چی میشه انشاءالله؟ سر بلند. گفتی هنه عطار میگد خب چشم بکشا چشمی تو صاحب نظر است، زندگی از پای تأمین جهانی دیگر است. عطار رحمت الله میگه یک چشمات بکشا، میگه اگر تو چشم صاحب نظره این زندگی برای چیه؟ تأمین جهانی دیگر است، یعنی جوان آخرت برای آباد کردن، تأمین کردن، در جنت قصرها بنا کردن، جنتها قصرهای پادشاهنشین بنا کردن، تأمین کردنش خدای دنیا نتر آفرید. میگه این در این دنیا انشاءالله کار میکنی، محنت میکنی، با عوض این طاعت عبادت میکنی، الله سبحانه و تعالی در عوض این طاعت و عبادت پگه انشاءالله خدا خواهد مکافات نابلی جنت جاویدان انشاءالله خدا برای شما عطا میکند. این همون جهان تأمین کردنش نه خدا ما آفرید. خدا قرآن نمیگد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الانس والجن الا لیعبدونی، ای لیعرفونی، میگد ما نآفریدیم انسان ها را جن ها را مگرم برای عبادت من و برای شناختن من. میگه من شما را در دنیا چکار کردم؟ بینات آوردم تو میگه در این دنیا. بینین برای این انشاءالله البته طاعت کنی، عبادت کنی، این طاعت عبادت شما مکافات ها دارد. من خدا سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 110 چی میگد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اقیموا الصلاة و ایتاء الزکاة و ما تفعلوا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر. صدق الله العظیم.
راست گفت خدای بزرگ، بر پا داره گفت شما نمازه و بیدهید گفتن زکاته و البته آن چیزایی که میکنیم برای نفسات خودتون تجیدوه عند الله، البته نزد خدا مکافات چه میگیره. گفت الله سبحانه و تعالی تو خیال نکن که این مکافات ها خدا خواهد به اجر است. گفتیم مولا میگه زی مکافاتی عمل غافل مشو، گندم زی گندم روید و جو زی جو. چونین میگوید پیری معنوی، هر چی کاری همان بی دروی. عزیزی من چی کاری همان میدروی خدا خواهد انشاءالله. کچکه کاری کچکه میگیری، جوری کاری جوری میگیری، شالی کاری شالی میگیری انشاءالله. خدا خواهد در همه دنیا اگر خوبی کاری خوبی میگیری انشاءالله. خدا خواهد اگر بعدی کاری بعدی میگیری دوزخ. خدا همه خیل خدا های میگه خداوند هر یک عملی کاری شما را میبیند. ان الله بما تعملون بصیر. خدا بیننده. خیال نگه که خدا نمیبیند. تو خیال میکنی خدا خواهد شهری روز میره نماز نمیخونی عبادت نمیکنی خدا نمیبیند؟ خانه خلوت میدره زنا میکنی نمیبیند؟ دزدی میکنی نمیبیند؟ قمار بازی میکنی نمیبیند؟ مخلوق نمیبیند، خالق میبیند. به یاد بیار سری گناه کشیش یک بار خالق به یادت بیار. گو که هیچ کس نمیبینم الله میبینم. گو انشاءالله گناه نمیکنی. از سری گناه خسته میروی. گر میگد هر کی میگه ترسنده بنده است او مبارک بنده است. میگه کسی که ای خدا میترسه میگه ای مبارک بنده ای. هیچ کس نه خلاف نمیگه، هیچ کس نه اختلاف نمیکنه، هیچ کس نه خدا خواهد انشاءالله جنایت نمیکنه. مبارک بنده ترسنده بنده است. امروز ترسای ما شما اکثرش دروغ است. میترسه میگد با گناه میکند، میترسه میگد به نماز است، میترسه میگد عرق میخورد. چه ترس است و چه ترسه که امروز سری گناه میکنی با میگوی من خدا میترسم. این نه مسخره بازی است خلاصین. این نه رنگ بازی است خلاصین عزیزان من. از خدا بترس انشاءالله. خدا خواهد خدا در دیگر جای قرآن میگه استعیذ بالله و اقیموا الصلاة ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوفا. میگه برپا دارید نمازه. البته این نمازه میگه پر کنین، پر خوانین. باید که نماز با محبت باشد عزیزان من. پیغمبری بزرگوار سوال داد حضرت جبرئیل امین که مل احسان و یا رسول الله. گفتن ای محمد احسان چیست؟ پیغمبر که ان تعبد الله کانک تراه فان لکم تراه فانه یراک. گفتن چنان خدا را عبادت بکن که گویا خدا تو را میبیند. اگر خدا تو را نبیند انشاءالله، اگر تو خدا را نبینی خدا تو را دیده است. همچنان اعتقاد که میگه بالای جای نماز بدا. همین نماز میدانی چی است؟ المصلا معراج المؤمنی. جای نماز معراج مؤمن است. معراج پیغمبر اگر قابل قوسین شی داشد، معراج حضرت موسی کوه طور شی داشد، معراج حضرت یونس شکم ماهی شی داشد، معراج ما امتای محمدی صلی الله علیه و سلم این بالای جای نماز است. همینجا که برمدی با خدا صورت میگیرد انشاءالله. خدا خواهد وقتی که ما شما تکبیر تحریم میگیم، من قدر برای طرز خواندن نماز میگم. بالای جای نماز که میستی راست، قیام فرض است عزیزان من، راست میستی و نیت میکنی انشاءالله. خدا خواهد نیت که تمام که کردی ما شما الله اکبر زد چکا میکنیم؟ دست میبندیم. تکبیر تحریم میگن اینه. از کلمه حرام گرفته شده. وقتی که ما شما الله اکبر تا که به نماز میدرایم تمام کاری دنیا برای شما حرام میشد عزیزانی من. تماشا کردن، بازی کردن، خوردن، آشامیدن، راه گشتن، گپ زدن، همش حرام میشد برای نماز خوان. در وقتی بستن تکبیر تحریم عزیز من دستا را برابر گوش برداشتن سنت های سنت خانه ها بعض جوان ها بوده ما سنت میکنیم تا نرمه گوشت آوردن سنت های چون نمیاریش
زنکاری میکنی. مذهب امام اعظم ده و ترفع المرأة حذاء منکبیها میگه زنها میبردارد دستاش برابر کتفش. مردها باید که نزد گوشت بیاریش. این سنت بنمجه میاریش. ولی بعض جوانا بومدم نماز معبین اگر بعد انت میکنه میپرته دروغه. رسوندنش مستحبه. مستحب میدونی ثوابه. دو ثواب میگیری. برداشتش برابر گوش. ما ستن شهمت اذنیه. امام اعظم میگه در حالتی میساز کننده نرمی گوشش مستحبه. پیغمبری چه کرگی است. دو ثواب میگیری. نخواد دستت قاق شوه. یک جوان اگه میگه دستی من به جا نمیرسه همون نیت خدا خود دست همجا قاق شدن میگیره. ولی نیرنگ کن نیرنگت میکنه خدا. پیامبر بزرگ یک جوان دیدم گفتم بچم با دستی چپ افقات خود است. گفتم بچه دستی راست نمیخوری بچم؟ گفتم دستی راست نمیشه. الهی نشه. گفت دستش قاق شد. حدیثه. تو خیال نکی که نیرنگ کنی نیرنگت میکنه خدا. بیارش برای چه برای هم نمیاریش؟ برای همین آوردن سنت بیارن همینجا. رسوندنش مستحب. رسونش الله اکبر. وقتی که ما شما میرسونیم دستامون اخلاقات با من نرمه گوش و چیکار میکنیم میبندیم دستامون. دستا بستنش در مذهب ما شما فی تحت صورتی میگه زیر ناف سنته. زیر ناف بالای ناف نه. زیر ناف باید که دست ما شما بستد. وقتی که میبندیم زیر ناف کمتر قامتت خم شود. تو کروتای نبی نمازنده. صلات مسعودین ابن مسعود گفتین که باید که انسان در پیش آفریدگار مثل یک مقدار صدقت خم شود. تو پیش کین ایستادن تا اوی که تو پیش کین ایستاده تا خطا سواlte. تو پیش الله ایستاده. پیش مخلوق نمیترسی کو. همه وی مینده خدمت کرگی راونه سمیر نگو خدا قدر انشاءالله پشه گزد نمیجندی دیگه پیش الله نه چی نصیبت بی پروا عموما انشاءالله خدا قدر در اعتقاد نیست. همچنان بیکی لرز صحابه می لرزیدن در نماز میستادن. ای چی؟ ایو بولانگی ای من اتنه چنان نگاه ای محبت بیست. بعدی که استادی انشاءالله خدا خد سبحانك اللهم میخونی. بعدی به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد میخونی. با محبت بخون الحمد. الحمدلله رب العالمین مالک یوم. نه این نماز نیست. ولی بودن که سکوت نماز میخونن یا نمی. پیامبر بزرگ در مسجد شیبه یک جوان اومد شب خون السلام علیکم یا گفت علیکم السلام ارجی ولم تصلی. گرد گفت نماز تا نخوندی. 3 بار گردوندش. گفت یا پیغمبر من همه کم میدونم این نماز منافقه. گفتن منافقان نماز میگه مثل مرغ دانچی نه. تا میگرونه فوتبال موند کراته موند شینک موند بازم موند. این نماز نیست. خوشت اگر در خدا خواهد انشاءالله چیز باشد من در نمازی عید رمضان بین تعجیل کردن افطار برای چی سنت کردن. پیش از 5-10 دقیقه نماز سر کردن یک بار میگه شکم تا چله سیر که باید بال چونکه شکمی گشنه نماز درست نیست. خوش در اوقات 3 و در نون نماز بشوه. طهارت تنگ باشه نماز تا خدا قبول نمیکنه. طهارت تنگ باشه چه زهر تنگ داره تپ بخونم هرچی. وای چه خیلی نمازه وای چه خیلی محبته وای پیش جورات میشینی 2 ساعت 3 ساعت پرواز نمیآید. بالای جای نماز ایستادی همه چیز خدا خود اتوماتیکی میشود. رابط تپ نه این خیلی نماز نیست. باید که سوره فاتحه به کل خدا خود با تجوید با قرائت خوب بخون. عزیزی من انشاءالله خدا خود هر یک تلفظ برای جاش. الحمد هیکلون داره لله گو ربی الرامشت عالمین الرحمن الرحیم. هی برای که خدا خود تلفظش خوب شود نمازت قبول شود.
به تجوید نمازت قبول نمیشه عزیزی من. تجوید بخون. به تجوید کسی که قرآن میخونی گناهگار هستی. قاری آن باشد که بریا خواند، از روی فرموده خدا خواند. قاری آن که او لحقان است، خواندن او آفت جان است. کدام قاری که به تجوید میخونی وای راحت جون نیست، وای بلای جونه. بینین شما باید که انشاءالله قرائت خوب کنین. زمین سوره خوش رو کن و رکوی خوش رو کن. ولا ظالین آمین شید بخدا یک سوره که خوش رو زم که خدا خد به سلام جون نشو و الله اکبر تو خد رکو کن. رکو میدانین فرضش در کجا است؟ رکو فرض است. خم شدنش فقط خم شده سرو پیشتی ما و شما تکس شدنش انمین فرضه. اگر تکس نشو فرض بجا نمیاد نماز قبول نمیشه. حتی اینکه خدا خواهد شاری ها گفتین که یک کاسه آب در پیشت مونن نریزه. همین فرضه. بعد زانه کبیدن سنته، دستاک شایده داشتن سنته، 3 بار سبحان ربی العظیم گفتن سنته، مقدار یک سبحان الله استادن واجبه. گجانده فرضش بده. بعد انمی برابر شدنش فرضه. ولی بعضی رکوع همیتا میره نمیدونم سبحان میگه سمی الله حال کدش رو نده گپاس که بو میره. همین سمی الله لمن حمیده ربنا لکن 1 مینوت وقت میره. ولی بعضی هم میکنه میپرته منافقی نه که خیلی نماز. باید که سمی الله لمن حمیده میگوی راست ایستاده بعد ربنا لک الحمد نشود. چند که وقت رفته سوده عادی گویش اگر ماش با تجوید نگوش با قاعده نگفتن همین خیلش هم میدین سمی الله لمن حمیده ربنا لک الحمد. چند که 1 مینوت وقت میره همین هم نمیکنیم. خدا خواهد سجده که میریم الله اکبر سر در زمین که میمونی عزیزی من خدا خواهد انشاءالله پاچکه یادم برمده. پاچک 4 تا مذهب اندم. شیخ خدا خواهد محمد صادق محمد یوسف کتابش مطالعه کردم. اختلاف در کتاب دارد. کتابش نگفتن که در 4 تا مذهبم اگر تو 4 تا مذهب باشی بیره نهیم باشی تو خدا خواهد راه گمزده هستی. 4 تا مذهب امام اعظم رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالکی رحمت الله علیه، امام حنبلی رحمت الله علیه که اینا اهل سنت و جماعت هستند. هر 4 مذهب اند بغیر شافعی رحمت الله علیه. شافعی مذهب دیگه که یک وجه ما بینی پا مستی در قیام. هر 3 مذهب اندم 4 لیکه از کجا افتی و حدیث ما هم خوندگیم. حتی با شاریا همه حدیث گفتین که مبادا اگر آدمی کسل باشد، آدمی که وزنش وزنین باشد وقتی مقدار شاد کند مالش میخواد برای داشتن حمایه کردنش. لیکن اصل ریشه خدا خواهد مذهب امام اعظم 4 لیکه 4 لیک بیست. محمد علیه السلام کرگی کار ایم همون حدیثی که خواندیم ما هم خواندیم همون حدیث ها را. شما خیال میکنید که مذهب ها شما ای کوچه یافته کردنش. امام اعظم من میگم کنی تو ای خدا نمیترسی. امام اعظم در طهارت خلال کردن پنجه ها مستحبه. نم پاچکی میشیم که در پنجه ها چکا میکنیم خلال میکنیم طوری می همین خلال کردن کاری ثوابه نکنیش هم گناه نیست لیکن مستحب بودن بعد امری شرعی و ما اجرا میکنیم. امام اعظم همین آیات برآوردگیشون نه 40 ساله ما نمازشون قضا گشته خون دادید. تو از فرق کتر داری نمیخونی کلونگری میکنی سنت این مستحق داری خدا خود نمیکنیش. من امام اعظم من خیلی انسانی خدا ترس بدن 40 ساله نماز گشته خوند. ای کی ترسید؟ من و شما ترسید؟ از الله ترسید. از الله ترسیده چیکار کرد؟ انشاءالله خدا خواهد انشاءالله نماز گشته خوند. ما شما فرض امروز تقداری نمیخونی، واجب تقداری نمیخونی.
ای رکوع گشتن یگان دست برداری نیست. مذهب امام اعظم ده فقط دست برداشتن تکبیر یعنی نماز عید نه. نماز ایدان ده چکار میکنیم؟ انشاءالله خدا خواهد دست با گوش میرسنیم. الله اکبر. طوری پیش خدا خواهد یکم رکعت اقتدا کردیم نماز ایدان ده در دستا پافته گوش نرسونده 3 بار تکبیر میگیم. طوری همین سنته. نماز ویتری واجب نه بس سنته. دست برداشته با گوش رسونده چکار کردن؟ دعای قنوت کنن. در دیگر یگان جا مشروع نیست دست برداشتن. نه در رکوع با گشت دست میبرداری، نه بغیر از تکبیر تحریم دست برداشتن نه. وقتی که سجده میکنی الله اکبر، سجده میانی دو دست نه سجده کردن سنت. امروز 80% تمام جوان میبینم همه سنتاش نمیخله، یعنی دستاش ما بین دو دست نه سجده کردن سنته. میگد ببینی نزدیک میکنی گوشات بالا همین دست نه توری میآید. مبادا اگان نجاست ریزه بالا هم دست نمیریزه. مبادا ای گوشات برای ای بینید میداریش مبادا خم بیاید. همین خیلی نزدیک خدا خواهد ما بین همین چلیکات همش در حالت زمن اصابیه یده. میگه دستاش در حالت زم کردگی جوز چکا کرد نکا سجده کرد نکا. اون سجده ما چکا کستیم خدا خواهد کی چی خواهد خیلی کالش بوده برفته گیه آنم تو میکنه با یا نمی خوشتو بیندم گگیتا یا خیلی هم خیلی بکسیاره بای نماز از خدا خواهد ویدگیز از سپورت ده بکسیاره خودی کروتای خواهی تکره میستتن بوزه نماز. نمازت خشوع نداشته خضوع نداشته نماز خدا قبول نمیکنه. خضوع آرامی دل، خشوع حضور دل، سرخمی پیش الله های. ای تاسی من نماز خونی و نماز نماز بچه های بسیار هم خیلی شب خونه داملا نبینه بگریزه و منافقی ته. پیامبر صلی الله علیه و سلم ثعلبه گفته که صحابه دائما این نماز پیش تیز میبولند. گفت که یک ثعلبه گفت کجا میری؟ این علامتی منافق است. منافق در این مسجد دورمند طاقت کرده نمیتونه. گفت میبخشید رسول الله، گفت من یک کرته دارم خونم در زنم دید چک استاده برای هوای تیز میبرم میبرمش. تو امروز کجا میری یکه؟ تو نه چی حضور یکه که امروز که خدا خواهد دیره برمده میرم یکه. گفت رسول الله، گفت من یک کرته دارم. زنم لبلی شیشته ای چی و صحابه ای چی نداشتن بچه اکتا کرته تا ایزور کتی زندگیشو گذشت برفت. امروز تو همه چیز داری تو چی نکه بسرم میشه خونه خدا تا. المنافق فی المسجدی کتیری فی القفص میگه پیغمبری بزرگوار. اگر منافق مسجد رو میگه مثل یک پرنده در قفس میگیری همچنان بسرم جلوی همچنان بسرم جلوی میگه حرکت میکنه. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مؤمن میگه در مسجد مثل یک ماهی در چی بحر شناکت راحت که در اینجا با حضور دل خان با یک محبت با یک عشق خان که خودت باوری شو که نمازت قبول شید. اگر نمازت همون باورت نباشد نماز نیست. خودت ندونم چی خوندم گفتش ولی نماز نیست. ولی امام اعظم مادر شو یک سبد نونشو داده بچم همین نمازی پیشینده بره همه آدمایی که اومده باشن می یک ته نان بتشو. بعد هم بولمر افسیس نمیپرسیدن خب هم 4 کس ندی پیشینده چی خوندی؟ بچم ندونم و سبد گرنده برده دیم. مادر که بچه جان هیچ کس ناومده مسجد نخواد در یک نمازی پیشین یگان کس ناومده چوه نمیتونه چی خوندگی شه چی نماز گفته. بین باید که شما نماز خوندگی تو اخلاقات باید که انشاءالله نماز قرائتی کردگی تا کدام سوره خوندگی در یادت باشه. چون با عشق باشه محبت باشه او چیز در یادت میسته. عشق و محبت نبودن باید او چیز در یادت نمیسته. عزیزی من چنان انشاءالله خدا خواهد نماز را عبادت کنی، چنان نماز را خدا خواهد با تحت دل خونه. نماز نجاتش یاد انشاءالله خدا خواهد یعنی پگه خدا خواهد انشاءالله جنت است. هر نمازی که میخونی مکافات دارد عزیزی من. هر نمازی که میخونی تو خیال نکی که به مکافات است. شاعر میگه بود گر تو نمازی بامدادان که تا آسان گردد کندنی جان. اگر نمازی بامداد خونی قبول شود جان دادنت آسان میشود. جان تا خدا با آسانی میگیره با خوبی خدا خواهد مثل جان انبیا.
مثل محمد صلی الله علیه وسلم جانش جبرئیل امین با یک عشق و محبت گرفت. خواهی که جانت انشاءالله با عشق و محبت نزد الله پرواز کنه، نمازی بامداد خشت کن، نمازی بامداد انشاءالله ترک نکن. قبول افتاد تو را جمله عبادت، نماز ظهری تو با سعادت. اگر خواهی که مگه تمام عملات دیگرش قبول شود، نماز پیشین نکن. نماز پیشین برای قبول کردن تمام طاعات است. الحمدلله بین هر یک نماز فضیلت دارد، خیال نکن. خب زی بحر پاک گشتن از گناهان، نماز عصر باشد ای مسلمان. خواهی که تمام گناهات انشاءالله الله گذره، نماز عصر خون. نماز عصر خدا خود معو کننده تمام گناهات است. پاک میشه، فرشته میشه. یک آدم مسجد بیاید، اگر الله سبحانه و تعالی امر میکنه فرشته را، ای فرشته ها این بندم ظاهرش تازه کرده اومد، طهارت کرد، عبادت کرد، شروط با یک محبت اومد، می ظاهرش تازه می، باطنش هم تازه کنه، گناهاش گیری. وقتی گناه ما شما میگرفتین، ای مسجد که میبرمدیم فرشته میگفتن که پروردگارا این بندت امری خطه بجا آورد، فرمانی خطه کرد، چیکار کنیم؟ با همه گناهاش در کلش مونیم. خدا میگفت نه، لایق نمیبینم من که بندم یعنی امری من کنه و با گناهاش در کلش من مغفرتش کردم. بین نماز عصر فرشته ها خدا خواهد اومده ملاقات میکنن، پیش الله میرن، روزکیاش بیگانگی مگیاش برمده رفته، خدا میپرسد که بنده هم در چی بود؟ در عبادت بود. ببین ما باید که انشاءالله نماز از دست ندیم. خدا خواهد گذشتن از پل صراط بر تو آسان، نماز شام رازی بحری آن دان. پگه پل صراط ای خدا خواهد در بالای جهنم کشیده، خواهی که میگه گذشتن آسان شود، نماز شام بخوان. ببین که از تاریکی گورت امان است، نمازی خفتن از بحر آن است. خواهی که خدا گورت میگه روشن کند، گورت فراخ کند، گورت باغهای جنت کند، میگه نمازی خفتن نخون. نخونی الا برعکس همین میشه همش. ببین خیال نکنید که شما این عبادت های شما اجر ندارد، همش الحمدلله مکافات دارد و دارد. انشاءالله خدا خواهد بخشیدگی است درباره وی خدا خواهد دادن. حاضر خیر آدم ها برمده است که یعنی شعاری وی یعنی آیله خط نگاه دار. بعضی خکی را برمده است، پلای پلاستیک ها دزیده داده است. عزیزان من بعضی جوانایی که خدا عقلش وسیع کرده است، یعنی چی؟ از پلاستیک آدم ها را پلاش دزیده خورده است. این حرام است عزیزی من. از گوشت خوگنم حرام است. مالی کس خدا خواهد خوردنش انشاءالله خدا خواهد از یعنی چی است؟ از گوشت خوگ حرام است. این کار نکن بنده خدا. حلال زندگی که خدا خواهد انشاءالله حلال خدا خواهد استفاده بر. یک روز میخری، 10 روز میخری، یک روز در دست میخری. یکم شرمنده شرمسا. یاد بعد 20 سال جوانای ما شما با واسطه تلفن قمار بازی داشته است یا نمی؟ این حرام است. چی با تلفن بازی میکنی، چی با کارت بازی میکنی، چی با کدام نمود باشد که خدا خواهد مابین که پول موندی یا که پول مردم رای فریب خوردی، خدا خواهد جا دوزخ است. نمازت قبول نیست. یا نبرار کسی که حرام میخورد 40 روز خدای تعالی نماز قبول نمیکند. اگر در مابین 40 روز مبادا مردمونی حرام بمیری، تو گرفته ساده باشکش نه آرد خریده ساده، تو گرفته ساده عتت نه آرد خریده، ویم نمازش قبول نیست. اگر ستا میگه که کسی که از یک آدم میدونه که دزدی ماله هوای خرد، تو هم با وی شریک هستی. یا نبرار نکی کار خدا خواهد. این حرام است برادرها. به یک میدم که ذخیره کرده استاده پولشگین که یک مید که یا حج میرفته که بیچاره یک توی میکنه یک چیز میکنه که تو به خدا خواهد دزیده بکنه شکر ای تا بدزن در نمیکنه جات که بیچاره را خدا خواهد مالش میزنی. یک گمر خدا خواهد انشاءالله بلکه آدم حتی که حیاتش گم کردنش ممکن، طوری می چیز شیرین است خدا خواهد انشاءالله، بلکه اینفاق شدنش ممکن، فشار خون شدنش ممکن. هر نمود کسلا روز قیامت جواب میدی پیش الله. حلال مهنت که حلال خود مسلمان باید که حلال خور باشد. المؤمن علی المؤمن حرام ماله و دمه و عرضه، حدیث صحیح است.
برای مؤمن حرام است مالش، خونش، آبروش حرام است عزیزی من. نخور مالی بیا، حتی از خونش نپرسیده نخور، از کوچهش نپرسیده نخور. پرس خدا خواهد انشاءالله. دلت میکشم این صاحب فیرادش که بخور، الله هم جواب میتی. خیاره نشو و خدا داد نیست کوچه نپلت غلطید، خدا داد تا پلت زده نخور خدا خواهد. مالی کس از خدا خواهد انشاءالله بتش یافته نتی رای خدا خیرش که انشاءالله خدا خواهد. امام اعظم پدرش یک تا سیبی که در آب اومد خدا داد. ما شما بگیم که خدا داد کوچه نفته چورمه قطعه شش در چیزک مندازه کمپین خزن جاته خدا نمیتیته دیده شده در مردم مالش در کوچه ایستاده چقدر خدا میتیته. خیلی فکر و اندیشه که تی خدا خواهد با بعضش میتونم 3 بار گویی که ای کی بخیرش حلاله روز 30 حرومه بای تا 3 بار میگه 32 بار میگه میاورده اول میابیم مالا من امام اعظم پدرش کافته برفت و چند کیلومتر برفته ایو خانه یافته 3 بار گفت که بنده خدا من اومد نوستم به قانع نشیدم 1 بار گزیدمش امروز ای ترسی خدا اومدم هم خدا داد بده آوردادش مثل استیلای ما و شما خدا داد نیست مالی کسه عزیزان. اگر خدا بترسی انشاءالله این کار را نکی کار را بعض نماز خانه داشتی حضور نماز خانه خدا خد خیمار بازی داشتی خدا نمیترسی حرام که میخوری خدا خواهد بعد نماز میخوری با اینجا مده با جمع کن بعد من خدا خواهد از خدا بترسی الله سبحانه و تعالی. وقت هم شده است انشاءالله خدا خواهد یک برادر لمبای کوچه نوکر دادیان دعا کنی خدا خواهد انشاءالله. خب الله سبحانه و تعالی خیر احسانه که انشاءالله دارن البته ما نبینیم انشاءالله الله دیده ساده است. الله خدا خواهد انشاءالله شاهد از خودش البته چی در خفیه چی در چیزا آورده سادیان الله سبحانه و تعالی به درگاهش قبول کند سایبان آخرت بگردوند الله سبحانه و تعالی. وقت هم شده است انشاءالله دعا میکنیم جمعه دیگر خدا اگر فرصتیت درباره مدینه منوره رسول الله رفتنش انشاءالله خدا خواهد چی به مسجد بنا کردنش اونجا را خدا خواهد برپا آباد شدنش انشاءالله خدا خواهد بس همیشه ما عزیزان میرسانیم اگر خدا فرصتیت عمر باقی باشد انشاءالله. برای این عزیزان من بین طاعت عبادت خوب کنیم خوشرو کنیم انشاءالله خدا با یک محبت با یک عشق کنیم که الله جزاش در این دنیا هم انشاءالله خدا خواهد در آخرت هم بدهد. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. ای پاک و پروردگار چه مسائلی که ذکر کردیم اولا به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردانی در دلهای مایان نور ایمان نور قرآن نور اسلام را جایگیر بگردانی از بلاهای ارضی و سمایی در پناه خود نگهبان باشی. محبت خطا محبت حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم محبت قرآن اسلام را جایگیر بگردانی در همین دنیا عالمان و قارئان با عمل بگردانی آنچه که تا روز عاجزانه عبادت ها کردیم پروردگارا به درگاهت قبول نمای سایبان آخرت بگردانی در این دنیا هم و در آخرت هم اله شرمنده دو دنیا مگردانی. پروردگارا گذشتگانی ما را طریق رحمت شایسته جنت بگردانی. آنانی که محتاج دعا هستند پروردگارا دعاهاش خداوند خود اجابت بگردان. آنچه عمل نیت هایی که دارن خداوند با فضل و کرم برآورده خیر بگردانی. بیماران اسلام شفای کامل قصددار اسلام نجات به فرزندان اسلام فرزندهای صالح و صالح کرامت نمایی. به بختای اهل اسلام بختاش نکشاده بگردانی. آنانی که از ما گذشتن محتاج یکف دعا هستند خداوند همین مسجد آباد کرد زگیان خداوند قبرهاش نه پر نور آخرش نه آباد بگردانی. آنانی که در سفر هستند از می سفر دارند خداوند سفرهای با برا صحت بردی سلامت با کیسه های پولباری های سرخ نزد خاندان نزد وطن عزیز برگشتنش الله نصیب دار. آنانی که در سفری حج هستند چندین برادران خداوند صحت بردی با یک مقصد های حاصل شده به اهل عائله بر وطن برگشتن را الله نصیب بداری. سوداگرا در سوداش هنرمند دارد در هنرش کاسب دارد در کسب و کارش دهقانی دارد در دهقانیش طالب علم دارد در علمش خداوند خودت برکات نمایی. همین اهل جمعیت هم
چی مقصد و چی آرزوها دارن، خواه دینی است و خواه دنیاوی، الله با فضل و کرمت به ورآورده خیر بگردانی. خداوند در تمام دنیا تینجی آرام خاطر جمی این در انشاءالله بعضی مملکت ها مصیبت ها است، پروردگار همون اهل یعنی اونجا را صبر و طاقت عطا، آنانی که گذشتن خداوند خودت طریق رحمت شایسته جنت چو بگردانی. جناب عالی هم خداوند خودت عمری دراز، رزق فراوان، صحت خاطر جمع، از هر گونه بلاهای ارضی سمایی در پناه خود نگهبان باشی. تمام خادمان حکومت هم توفیق شن الله با رفیق بگردانی و این استقلالیت آزادی که برای ما چی در دین و چی در دنیا نعمتی بسیار داد تا قیامت الله پایدار بداری. اللهم افتح بیننا و بین قومنا بالحق، انت خیر الفاتحین و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وقتای نماز خدا خواهد، نمازی بامداد من 25 تکم داشتید، نمازی شام عصر هم خدا خواهد 20 تکم، نمازی شام 6، نمازی خفتن 20 تکم ده. با شما دیده تا عبادت کنید تا جمعه دیگر در حفظ و پناه خدای مهربان باشید.